بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت تمام شما محصلین و دوستان عزیز. در این ویدیو آموزش ثبت نام 5000 ست بورسیه دولتی ترکیه را برای شما آموزش میدیم برای سال 2024 که می باشد و همچنان اینکه چه اسنادهای نیاز هست و چگونه باید اسنادها را تهیه کنین و مواردی که بیشتر اثرگذار در قسمت شارت لیست شما هست در این ویدیو برای شما به صورت اساسی تشریح میکنیم. دوستان عزیز، به صورت عموم کسانی که میخواهند در ترکیه تحصیل کنند ویزای تحصیلی ترکیه را بگیرن و از طریق ترکیه بورسلری یا اسکالرشیپ بورسی دولتی ترکیه اقدام کنند. در عموم 4 مرحله است. یکی شما اسنادهای خود آماده میکنین، ثبت نام میکنین، بعد از ثبت نام و امتحان اشتراک میکنین و اینترویو رو پاس میکنین و بعد از سپری کردن این مرحله به صورت موفقانه ویزا میشن. در اول دوستان عزیز تهیه اسنادها هست. تمام اسنادهایی که برای بورسیه لازم هست اینا رو آماده میکنین، بعد به صورت موفقانه و درستش ثبت نام میکنین، بعد به امتحان و یا اینترویو اشتراک میکنین و بعد از پاس کردن این مرحله به صورت موفقانه ویزای تحصیل ترکیه را دریافت میکنین. خب ما در اینجا وارد جزئیات میشیم که چه اسنادهای نیاز هست. برای بورسیه تحصیلی ترکیه، بورسیه دولتی ترکیه، اسنادهای مثل سی وی یوروپاس، لیتر آف اینتنت، ریکامندیشن لیتر، آیدی کانکور، کسانی که کانکور امتحان دادن اینا الزامی هست و شما باید دقت داشته باشین که تمام اسنادها را به صورت اورجینال تهیه کنین. در کنار از اینا اگر شما سند زبان دارین یا امتحانات بین المللی دادین و دیگر کوالیفیکیشن ها یا کارهای اجتماعی کردین نیز میتونین که در پورتال اپلیکیشن خود اپلود کنین. خب در قسمت سی وی دوستان عزیز باید شما یک سی وی یوروپاس آپدیت و معیاری جور کنین. کوشش کنین که اگر سی وی شما آپدیت نیست اونها را آپدیت کنین، فرمت جدید یوروپاس را تهیه کنین و در قسمت تکست about me که اولین بار که سی وی شما بررسی میشه از قسمت تکست about me هست، باید یک تکست های بسیار منظم و درست که تمام ایژوکیشن اسکیل و مهارت های شما، تجارب شما را در بر میگیره نوشته کنین. همین قسم در قسمت ایژوکیشن، در قسمت اکسپریانس، مشخصات شخصی اینا را تهیه کنین و زمانی که تمام از جزئیات خود جمع کردین به فرمت یوروپاس تبدیل میکنین و یک سی وی معیاری را تهیه میکنین. دومین چیزی که بسیار مهم هست از سی وی کرده مهمتر هست لیتر آف اینتنت هست. دوستان عزیز در این قسمت توجه داشته باشین که باید یک انگیزه‌نامه اوریجینال نوشته کنین. فرق نمیکنه که آیا این به زبان انگلیسی نوشته میکنین یا به زبان لوکال خود یا به زبان منظوری که دری یا پشتو. در انگیزه‌نامه دوستان عزیز شما باید اکادمیک مسائل تحصیلی خود را، تجربات اجتماعی خود را و همچنان دلایلی که چرا ترکیه را انتخاب کردین و اهمیت این بورسیه در فیوچر پلان شما، در اهداف آینده شما چیست، اینا را باید شما کاور کنین. ما در اینجا دوستان عزیزی که از لیتر اینتنت هایی برای شما حالا نشان میدیم که از محصلین سال قبل بود و در ماستری صحت عامه که اونا شارت لیست شدن و در امتحان را پیدا کرده بودن. دوستان و محصلین عزیز، یک لیتر آف اینتنت از محصلینی که سال قبل در رشته صحت عامه در مقطع لیسانس شارت لیست شده بودن می باشد. اینا رو ما برای شما اینجا آوردم که چه چیزایی را اینا مانده بودن که باعث شد اینا شارت لیست شود و شما باید چی کنه یک لیتر آف اینتنت نوشته کنین و مهم نیست که به زبان انگلیسی نوشته میکنین یا به زبان فارسی یا پشتو. اینا اول خود یک معرفی هست. دوستان عزیز کوشش کنیم که عین شکل شما کپی نکنید چون باز پلاجاریسم میگیره و اینا قبلا پیش از اونها ثبت هست و از شما هم کپی میشه. کوشش کنین یک چیز متفاوت تره نوشته کنین و مواردی که بسیار مهم است اینا رو باید درک کنین. میگه که من خب اولش یک معرفی هست، بعدش گفته که من مکتب در افغانستان خلاص کردم ولی فوکس من بیشتر روی بیولوژی و کیمیا بود چون بیولوژی و کیمیا بیشتر مرتبط با پابلیک هلت است. کنار ما امروزشان راهنمایی کردیم و همچنین اینجا یادآوری کرده که در کمیونیتی در کارهای اجتماعی سهیم بوده و در بخش پروژه های هلت یا صحی کار کرده و قدش اینا در یونیسف کار کرده بودن به عنوان کمیونیتی موبیلایزر، آگاه دهنده صحی بودن که برای مردم ها
بخشای صحی و صحت را اینا تبلیغ میکردن و گفته که امی تجربه ما بیشتر مرا به بخشای صحی علاقمند کرد و دانشگاه هایی که ما گفته انتخاب کردم مثل دانشگاه های مرمره و انکره و بعض دانشگاه های دیگه، اینا بیشتر در سطح دنیا شناخته شده هستند و در بخش صحی رنک دارن، این معتبر هستن و ما به می خاطر میخوایم که در بخش صحی در این دانشگاه ها تحصیل کنم. و اینجا در مورد ترکیه گفته که چرا باید ترکیه را انتخاب کنیم. امی قسم کل جزئیات خود را گفته و چیزای کلمات کلیدی گفته که هر کس او گپا را نمیگوید. پس در این قسمت شما دوستان عزیز خیلی توجه کنین که چگونه باید یک لیتر آف اینتنت اکادمیک نوشته کنین، چگونه یک لیتر آف اینتنت اوریجینال نوشته کنین و اینا در قسمت شارت لیست شما بسیار زیاد تاثیر داره و هیچ وقت کوشش نکنین که کپی کنین. که در این قسمت اگر دوستان عزیز مشکل داشته باشین میتونین که آیدیای خود را بر ما بگوین و ما میتونیم که آیدیای شما را به بهترین شکل ها انکشاف بدیم. البته 2 روز 3 روز 1 هفته زمان میبره تا بتونیم که آیدیاهای شما را انکشاف بدیم که میتونین به واتساپ یا به آدرس دفتر مراجعه کنین. مورد بعدی دوستان عزیز استرانگ لیتر آف ریکامندیشن است. دوستان عزیز باید یک اساسی لیتر آف ریکامندیشن ها شما باید تهیه کنین. معمولا در افغانستان اگر شما از مکتب فارغ باشین دوستان عزیز، اگر شما از مکتب فارغ باشین، استادان مکتب اکثریتشون یا ایمیل ندارن. کوشش کنین ایمیل استادایی را بگیرید که اونا فعال هستند و معمولا در افغانستان از جیمیل یا یاهو استفاده میکنن. ایمیل های آفیشیال نیستن و در قسمت متنش اگر اونا نتونن یک متن مناسب برای شما نوشته کنن، میتونین که قبل متن را خودتان تهیه کنین، بعد به استاد بدین و استاد اونا را هم برای شما تابع کنن. و سند دیگه که بسیار مهم هست آیدی کانکور است دوستان عزیز. کسانی که امتحان کانکور دادن آیدی خود را اپلود کنن. اگر کارت کانکور پیششان نیست، اونا میتونن که آیدی خود را از طریق اکسل پیدا کنن و اسکرین شات از اونا را به شکل پی دی اف جور کنین و به اپلیکیشن خود اپلود کنین. بعد دوستان عزیز مرحله رجیستریشن هست که تمام اپلیکیشن که شما خانه پری کردین در آخر دانشگاه ها انتخاب میشه، لیتر آف اینتنت شما هم اونجا میمونین و اپلیکیشن خود را سابمیت میکنین. در این قسمت دوستان عزیز باید توجه داشته باشین که شما باید اپلیکیشن خود را اسنادایی که تهیه میکنین به صورت معیاریش تهیه کنین، اپلیکیشن را به صورت درستش پر کنین تا بتونین که در مرحله بعدی نیز شارت لیست شوین.